کارخانه‌ای که امروز دولتی مونده اگنتی بهداشت زمینه و امروز اگر ما در حساب جمهوری ببینیم که متخصص نمیرسن یه متخصص میرسه برای که باز ما یک جایی دویم سیم سال یا شرکی ما یک جایی خطی کادر خطی ما همکاری داریم انستیتوی کشاورزی خطی فاکولته ایدرامداریات خطی ما این کادر رو گرفته شدیم قبول کرده شدیم به خاطر که مهاجرت مهنتی نروان روسیه بعد ختم کردن همین رو در این قسمت‌های کارهایی که مثلا مهندسی بدلی همچون متخصص کارگر عادی در شهر نیویورک با کار قبول کرده شدیم از اون جمله اگر در این جمهوری ما 81 تا اداره خارجگی او شهر نیویورک باشه همین قریب 30 تا اداره خارجگی بوده همین متخصصای جوان ما که مدتی 4 سالی 5 سال پیش کار کردن تجربه راهبری و معامله و معاشره رو گرفته بودن همین جوان‌ها رو اکنون راهبر مونده شدیم برای اینکه پیش اینه راهبری سیشون از 55 به 60 رفتگیه برای آینده در تیار کردن که ما همینجا خالی نمونه همون ساحه‌ای که این 82% اهالی جمهوری تاجیکستان در دهات زندگی میکنن 82% اهالی جمهوری تاجیکستان با جای کار اگنتی بهداشت زمین تامین میکنن و همین خاطر باز ما نسبتاً برای بگیم که همچون متخصص کارگر مرسایی نداریم اینجا 63 نفر کم شویش ایری همونه که در بین اسوسیاسیون استفاده برندگان او تشکیل کردیم همین متخصصا رو برای اسوسیاسیون استفاده برندگان رو بسیار کلکتیوهای جمعیتی در جماعت‌ها انتخاب میکنن که در آنجا به خاطر که اسوسیاسیون که همچون متخصص انجینیر هیدراتکنیک باشه و همین خاطر ما این کادر رو راهبر اسوسیاسیون و کارمندای انجینری و مهندسی اسوسیاسیون استفاده برندگان او ماندگی معلومه شد. خواهیم که در ما ایزوی وجود که برای با کار قبول کردن اینکه ما حرکت کرده شده که ساحه انجینیر کارخانه ما کوشش حرکت کرده شدیم که متخصص را زیاد قبول کنیم. مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان روزهای نزدیک در خود همون جماعتی دورترین مکسو بود. باید استفاده برای زمین در جماعت در موضع‌های مکسو و درکی در شرایط بسیار وزین بلندی جایگیر است ما دیدن نمیدیم و با رئیس جماعت یعنی با توبک حالی ناحیه خبر نداشت. ما 2 روز اول در همون بلندی ها بودیم حتی در بلندی 3700 متر از سطح برق ما کلوی ماهی هم دیدیم که چه بسیار خدمت‌های ارزنده رئیس ناحیه همون خودی رئیس مردم میگه که بعد اومدن همین رئیس ما با همین کوه چسبیدیم و حتی همین روسیه برای ما لازم نیست حتی از هر یک لیتر از 55 تا 77 تن کارتوش که رویونده شده است این در زمان شوروی هم خوب دیده بودیم. آیا همون زمینهایی که در همون بلندی ها استفاده برده می شود و از آب همون رودهای کوهی استفاده برده یا از همون چشمه استفاده برده می شود شما از همون منبع ها که هم مردم خودش از چندین کیلومتری هم خطی آبکش آورده هر یک چشمه علاقه صابی پیدا کرد اگر ورزو در یک سنگ باشه آیا از همون منبع آبی که هم مردم خودشون استفاده برد اگنتی بهداشت زمین و آبیاری مبلغ میستاند یا نه و گذشته از این همین تجربه برای چی در دیگر ناحیه‌ها مثل تاجیک‌آباد، رشت، نورآباد، منطقه سنگوار، خوالین، بلجون، مومن‌آباد و شمسه شاهین و قسمت شمالی کشور نیز استفاده بردن نمی‌شود. گرچند که بسیار گپ است و یک اراده جدی پیشروی معظم ملت نسبت پنجکه این بسیار درست است زمین‌ها قریب که خالی موندن و چون این حالت نیز در ناحیه ظفرآباد است گرچند که از سال 74 تا این جانب حیاتاً گویا که این درجه تامین آب نبود مردم خودشون میگن که آب از جویبارها برآمده رفته است لیکن همه مردم علف میکنند برای چی در اونجا حالت برای استفاده بردن با گردش کشاورزی علف نمیشه دیگر زراعت‌ها کش کرده نمیشه این خاص صلاحیت شما هم که نباشه باید تا یک درجه مساعدت میکنید و هم تجربه‌ای که در لخت جاری شده است همون تجربه‌ای که بلندکوه استفاده بردن و چیز کردن برای چی در دیگر ناحیه‌ها شما جاری نمیکنید. سلامت باشید. سوال شما
اینجا قسمتی نوکسو را میگین شما هم نوکسو خطی هم یک جایی در همه نگفتن هم دوستان اگر با همون خطی اگر لولاوی اگر پولیتیلین و دیگه چیز اگر قسمی چپی دریا اگر آب گذرانه اونجا 1,500 گکتار زمین دیگه هم هست به آب نوکسو خطی معلیم خود دستور سپوریشوی سفر کوری جناب لوری بود دستور سپوریش رو ما اینستیتوت داریم اینستیتوت تجربی پرادخوز داریم لوحه تغییر کردگیم برای همین حوزه سیمینی بانک منجانی همین مسئله کاتگور کیسه برای آبیاری نمودن هم برقرار نمودن همون نوکسو در دوره سویز و پروگرام همین چی ساختمون شده و زیریاب بود و زیریاب دیدم شاید خط بالا خطی میشه همین را لوحه کردیم و پیشنهاد کردیم اینجا یقین مزور قریب 2100 گکتار 2800 گکتار زمین ما همین دستور سپارش جناب بیاره اونجا آبیاری میکنیم بعد این نوکسو بعد ایو طرف و بولش کانال جون قرغیز داریم و تایکرخاتی جون قرغیز میرفتگی با کانالی که همین هم بازی ما وظیفه دار کردیم لوحه فرمانه را که کانال جون قرغیز هم قسمت جوی سویه که ریگ شغل هم میاره و پر میکنه همین را ببینیم چکنیم زکریتی پلیتا قطی یا که تروبای 1800 قطی زیر زمین زیر همون جوی سویا میکنیم دیگه شنیدیم همه او را برای تنهای کرده این کوبای مبلغ زیاد صرف میشه برای آینده در قسمت آخرین با جان قرغیز قریب 257 گکتار زمین دیگه خود کرده میشه قسمتی که میگن که شما میگن که در ناحیه لخش مردم عینی چشمه و عبور گرفته در همه سوی دیگه و دیگه یکم که حضور رحمت برای رئیس ناحیه لخش و در حقیقت مکتب خواجگیداری را بسیار نقد داشتن معامله معاشره چقدر مردم قطعی کاربری و کارگزاری را بسیار نقد و بچه از خود کردگه مردم بابای میر کردگه امروز یکم زمین برا یکلوخ زمین کارتوشکا کش کردگی بیدا و رسید نیست وقتی که اومدی نوعیه لشت نوعیه توچکوبود و نوعیه نوعیه کچکا رو میگردی یا 100 گکتار و بعد یا جدا 50 سانتی کچکا میبینی یا که همون باغی را میبینی که باغ دوره پیشه نه باغ بنیاد کردگی حالا که این باغ خیمیکات قطعی دیگه قطعی کردگی نیست مردم مثال همون چخیلی که در دوره سویز مردم نوعیه راش کچکا و باغ و محصولات چه میکرد خوزی قدری او عمل وری نیست اکنون مردم که رسی اینا که محکم شید خوزی مردم نسبت زمین زیاد شید این سال در یک خیلی نوعیه رشت و توچکوبود و نوروبود و سنگورد اگر حساب کرده بگیریم قریب 2,500 گکتار امضا کارتوشکا زیاد کشید قریب 1,870 گکتار در 5 ناحیه با وینر اینتنسیوی بنیاد کردن مردم اکنون رو با زمین شرکی دید مثال دیدیم که مثال همین دولت همسایه دیگر و دیگر جا مثال یک کاری موقتی است همین برای از همه چیه که جناب داری میگه که همین فقط بیاین هر چی کار کنیم وطنی خودمون آباد کنیم که فقط برای ما و شما همین خاک و همین سرزمین در کاره برای که ما و شما رو نوزید که ما و شما رو همین خاک همین زمین میپرداره مسئله دیگر نوعیه پنجکی این گفتید نه اویدی هم مبلغش میستونه یا که نمیستونه چی نه مبلغ نمیستونیم اونجا حق خدمت رو نیست انا که نوعیه پنجکین تا گفتیم شهر پنجکین تا در تاریخ سابق 70 سال حکومت سوویتی و اینه با 30 سالگی استقلالیت به واسطه دستگیری روبری دولت 21 میلیون دلار در شهر پنجکین تمام پایگاه اوکشی عینام شد کانال خلیفه حسن ترکسان کورز مرغدار فامو همین کانال را پر دوکی رو اکویدوک و انشاءات و هیدراتکنیک خطی برقرار شدگی حوزی حسابی چون همچون متخصص و انجینیر و اینا جمعزاده شون در یجرگی گروه کاری نیستود قطعی کار کردن این سال قریب در خود یک شهر پنجکین 4,500 گکتار دیگر سطح صفت آبیاریش خوب بهتر شد اونجا نساس دوپلای، مرغدار، یوریای، لنینگراد یگای، لنینگراد دوای فهمو همه عینا پر برقرار شد یک سوال نبخشید من یک دقیقه وقت مونده دکتر بچه در سالی برمیده در صورت اجرا نگردیدن عهده‌داری ها اگنتی و خواجگیداران توانی پرداخت ضرر دارد و چنین حالتها در 6 ماه سال جاری بودن همین دستور سپارش جناب رویه که
حرکت کنیم او با تامین کنیم قرضدار باشه او با مخدم نکنی زراعتش نسوزد امکانیت شد این سال نشید سال دیگه نشید یا سال دیگه میتن نشید همون فایده که محصولات چی میکنن همون برای جمعیت نگهداری بزرگ برای 25% WVP استحصال محصولات خارجی شما کرد. برای که خواجگی دوران میگن در وقت کشتی سال اونا در وقت پرورش زیرت سر وقت نمیتونن او بگیرن و محصولات اونا توقف میکنن. این اگر غیرت کنن 30% مورا مبلغ پرداخت میکنن که 70% که پرداخت نمیکنه. میگه دستور سپارش جنوب میره مورا بودجه مزد مهلت اونا میتا کارمند ناسچون میتا راهبری دولت مورا میتا نه خواجگی دوران از روی شما میتونن ضرر خودشون توقف کنن در صورت عمر شهرنامه دیگه در اساس شرط اگر اون میتونه مودا شکایت کنه اون مودا میتونه نه که مودا شکایت نمیکنه این حالت بودن ها این حالت بودن به خواجگی دوران خاص همین که حالت با ما شدگی نیست ما برای که همین تمام کارمند خارجی رو مناسبت خوب داره مردم خاطر همین شب و روز چیه که همین طبیب در مردم احتیاج داره همین کارمند خارجی رو ممنون یعنی اون طبیب بوری مردم در آبرو و حرمت احترام داره کارمند خارجی رو هیچ وقت گشنه و تشنه نمیمونه هیچ نشید یک خاطر کچکای پیاز مردم ما مردم خوبه کچکای پیاز میته کچکش میته سبزیش میته دونگیش میته که ما باشم نگیره همون روز میگذارم کارمند ما